با درود خدمت همراهان همیشگی هیوا شبکه. با آموزش اتصال به سرور ESXi از طریق VMware Workstation در خدمتتون هستیم. همونطور که میدونید روش‌های مختلفی برای اتصال به ESXi وجود داره، مثل vCenter، vSphere Client، کنسول وب که البته vSphere Client تو نسخه‌های جدید دیگه استفاده نمیشه. تو نسخه‌های مثل 5 و 5.5 میتونین از اون استفاده بکنین. یکی از این ابزارها VMware Workstation هست که نسبت به بقیه خب امکانات کمتری برای مدیریت داره، ولی اگه جای کارتون گیر کرده باشه میتونید از اینم استفاده بکنید. خب ابتدا VMware Workstation رو شما باید دانلود بکنید یا اگه دارید اونو باز بکنید. VMware Workstationی که اینجا دارم نسخه 15 هست. برای اتصال به سرور ESXi کافی از منوی فایل گزینه Connect to Server رو بزنید. حالا باید اینجا IP سرور و یوزرنیم و پسورد اونو وارد کنید. سرور ESXi که ما اینجا داریم نسخه 5.5 هست و IP 192.168.1.6 هست. اینجا IP رو وارد میکنیم و یوزرنیم پسورد، معمولا یوزرنیم دیفالتش روت هست. اینجا پسورد رو وارد میکنیم. اینجا سرتیفیکیت رو تایید میکنیم. اینجا از ما میپرسه که اطلاعات لاگین رو ذخیره بکنه واسمون یا نه. میتونیم ریممبر رو بزنیم تا ذخیره بشه. خب ما روی این سرورمون هیچ ماشین مجازی نداریم. اینجا هم منابعی که مورد استفاده قرار گرفته رو اینجا به ما نشون داده که 4 گیگ رم داریم که از این مقدارش 1.1 استفاده شده. هاردمون 32 گیگ هست، 972 مگابایتش استفاده شده و درصد استفاده از CPU هم مثلا اینجا به ما نشون داده. اگه بخوایم اینجا ماشین جدید ایجاد بکنیم میتونیم از این گزینه استفاده بکنیم. برای ریست کردن یا خاموش کردن هم میتونیم از این گزینه ها استفاده بکنیم. همونطور که میبینید امکاناتی که در اختیار ما قرار میده نسبت به نسخه وب و همچنین vSphere Client محدودتر هست. حالا فرض کنید به یه سرور دیگه میخوایم وصل بشیم. دوباره از منوی فایل Connect to Server رو میزنیم. این ESXi که میخوایم بهش وصل بشیم نسخه 7 هست. IP شو اینجا وارد میکنیم و یوزرنیم پسورد Connect Anyway هم مثلا ریممبر میزنیم. خب الان این یکی سرورمون روش ما 4 تا ماشین داریم و منابع استفاده شدهش هم اینجا به ما نشون داده که میتونیم مشاهده بکنیم. امیدوارم این آموزش به دردتون بخوره و از VMware Workstation بتونید به عنوان یه ابزار کاربردی استفاده بکنید. خدا نگهدار تا آموزش‌های بعدی.